با سلام به امت همیشه در صحنه و عاشقان انتخابات تک قطبی و ولایت محور، مناظره انتخاباتی رو آغاز می‌کنیم با حضور دو کاندیدای ریاست جمهوری. کاندیدای اول لطفاً خودشونو معرفی کنن. با سلام، بنده سید ابراهیم رئیسی هستم. اومدم تا طعم عدالت رو به مردم بچشانم و مملکت رو نجات بدهم. بله، و کاندیدای بعدی؟ بله، با سلام، بنده سید ابراهیم رئیسی هستم. اومدم تا طعم ریاست جمهوری رو بچشم. شما که الان روی اون صندلی بودی. خب دیدم این صندلی خالیه، به ناگهان احساس تکلیف کردم که بیام روی این صندلی هم حضور خودم رو اعلام کنم و کشور رو نجات بدم. پس بقیه کاندیداها کوشن؟ والا یه عده‌شون به نفع بنده کنار رفتن، یه عده‌شون ترسیدن جا زدن، قبلیام که به اذن مقام عظما قیچی شدن. حالا مناظره رو چطوری برگزار کنیم؟ مناظره کیلویی چنده، مصلحت نظامو بچسب. تنور انتخابات چی میشه پس؟ مرد حسابی، ملت میخوان ما رو بندازم تو تنور اغتشاشات، بعد تو دنبال تنور انتخاباتی؟ حالت خوبه اصلا؟ خب من الان چی کار کنم؟ سوال بپرسم؟ سوال بپرسی که چی بشه؟ مگه مسابقه 7 است؟ پس چی کار کنم؟ میخوای نقد کنم؟ نقد؟ بی خود میکنی نقد کنی تو. من خودم رئیس قوه قضاییه‌ام، هر کی منو نقد کنه چوب تو آستینش میکنم. پس چه غلطی بکنم من؟ هیچی. انتخاب بنده به عنوان رئیس جمهور رو به مقام عظمای ولایت تبریک بگو، وگرنه مزه عدالت رو بهت میچشونم. بله تبریک میگم.